تضمین غزلی از استاد محمد حسین شهریار با مطلع آسمان گو ندهد کام، چه خواهد بودن؟ یا حریفی نشود رام، چه خواهد بودن؟ از طالب اردبیلی. جز به وامت مه جان وام چه خواهد بودن؟ یا که جز نعمتت انعام چه خواهد بودن؟ آتشی هست اگر خام چه خواهد بودن؟ آسمان گو ندهد کام، چه خواهد بودن؟ یا حریفی نشود رام، چه خواهد بودن؟ خواهش من به دل آسودگی ایامی است که به تدبیر نگار از گذرم در خامی است. تا که عمر آینه تلخی و شیرین کامی است، حاصل از کشمکش زندگی دل نامی است. گو نماند ز من این نام، چه خواهد بودن؟ شد به اندیشم آن ساقی سیمین اندام، نقش او نیک بیابم که فتاده است به جام. به من آن نقش بگوید که شنونک ای خام، آفتابی بود این عمر ولی بر لب بام. آفتابی به لب بام چه خواهد بودن؟ وصل و فصل گل و بلبل که شود در یک فصل، چون بهار دلم آید به پدیدش این اصل. گویمت راست که در عشق بود هجرت و فصل، نابه هنگام زند نوبت صبح شب وصل. من گرفتم که به هنگام چه خواهد بودن؟ جز به یاد مه جان در دل و جانت مگذار، مهر آن نیر اعظم به دل درویش آر. گو که آن دشنه جونت به دلم خوب فشار، صبح اگر طالع وقتی است غنیمت بشمار. کس نخوانده است که تا شام چه خواهد بودن؟ تا به کی خواهی از ایام تو برگیری وام، که همه عهد شکسته است کنون این بدنام. تو بیا هل ز دل این مهر جهان را ای خام، چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام. نه تو باشی و نه ایام چه خواهد بودن؟ برکشم از دل رنجور ز حرمان آهی، که دل از غم برهانم مگر ای دل گاهی. به تو گویم که شنو ای که به خوبان شاهی، گر دلی داری و پابند تعلق خواهی. خوشتر از زلف دلارام چه خواهد بودن؟ خوش بود دیدن روی مه تو شاهد را، هم کند مست و چشم سیهت زاهد را. گویمت چون ندهی کام تو این جاهد را، شرط موزونی اخلاق بود شاهد را. ورنه موزونی اندام چه خواهد بودن؟ بجز از عشق تو ام نامده ای حورم سود، مهر تو از دل من صبر و قرارم چو بود. این سخن مست مرا بهر لب لعل نمود، بوسه نستانم از آن لب که به دشنام آلود. لب آلوده به دشنام چه خواهد بودن؟ بلبلا مجلس عشرت بود آواز برار، نغمه عشق بخوان حال تو ای نیک هزار. بشنو این رمز و دل اندر طلب یار گذار. پیر ما گفت و چه خوش گفت که از خلق مدار، چشم انعام که انعام چه خواهد بودن؟ در دلم عشق غزالی شررانگیز نهفت، چشمم از حسرت وصل مه زیبا چون نخفت. گوش جانم ز صفا شعر شه عشق شنفت، شهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بود؟